فکر کن همین الان اینترنت بپره، نه 1 ساعت، فقط 10 دقیقه. میدونی توی همین 10 دقیقه چه اتفاقی میفته؟ اما قبل از هر چیزی، اگه به نظرت این اسم قشنگه، این ویدیو رو لایک کن و براش یه کامنت قلب بذار. فقط 1 دقیقه بعد از قطعی اینترنت پیام ها سین نمیخورن، ولی هنوز فکر میکنی شاید مشکل از مودمه. شروع میکنی مودم رو خاموش روشن کردن بدون اینکه بدونی مشکل از جای دیگه است. بعد از 3 دقیقه اپلیکیشن های بانکی، تاکسی اینترنتی، نقشه، پرداخت ها همه قفل میشن، اما هنوز خیلی ها متوجه نمیشن چون بهشون خطای اتصال نشون داده میشه. در 5 دقیقه اول فروشگاه ها، سوپرمارکت ها، پوزها و صندوق ها نمیتونن پرداخت کارت بکشن، ولی چون زمان کوتاهه مردم فکر میکنن شاید دستگاه خرابه. اما دقیقاً 10 دقیقه بعد هجوم مردم به اینترنت همراه شروع میشه. همه دیتا رو خاموش روشن میکنن، میپرسن برای تو هم قضیه و شبکه موبایل وارد فشار لحظه‌ای میشه. اینجاست که تازه نیمه قابل دید فاجعه خودش رو نشون میده. پیام‌رسان‌ها کامل از کار میافتن، تاکسی‌های اینترنتی صفر میشن، مسیریابی متوقف میشه، فروشگاه‌های آنلاین میخوابن، بازی‌های آنلاین قطع میشن و خیلی از کارها مثل خرید و پرداخت متوقف میشن. و نکته ترسناک این فقط 10 دقیقه بود. اگه میخوای بدونی بعد از 30 الی 40 حتی 1 ساعت کامل قطعی اینترنت چه بلایی سر بانک‌ها، بیمارستان‌ها و فرودگاه‌ها، بورس و حتی امنیت میاد، ویدیو کامل رو ببین. لینکش رو توی توضیحات همین ویدیو پین کردم.